مهر ماه سال 403 یادتونه شهر رشت چقدر توی خبرات چرخید و همه رو شوکه کرد؟ یه ماجرای جنایی ناموسی پیش اومد که هیچکی نمیتونه فراموش کنه. جالبتر این که گفتن با شنیدن این خبر میتونیم بگیم همه مردم مثل سیب زمینی بی‌خاصیت نیستن، بعضی‌هاشون غیرت دارن. متین طیبخواه، یه زن 34 ساله از فومن، مادر 2 طفل معصوم، تو رشت آرایشگری میکرد. توی جنایت فجیع کشته شد. ولی میدونین چیه؟ این حادثه به دست کسی رخ داد که شریک زندگیش بود، یعنی شوهرش. این ماجرا دوباره زنگ خطر رو برای همه زنها و دخترها به صدا درآورد. نشون داد که چقدر خطر خشونت میتونه جدی باشه. البته متین خانوم همچینم بی تقصیر نبود. از این فاجعه هر جا که میرفتی صحبت از این اتفاق بود. هر کسی نظری میداد، از زندگی متین و شوهرش گرفته تا اینکه چرا چنین جنایتی رخ داد، چی باعث شده که اوضاع به اینجا برسه. بیایید با هم به این سوالا جواب بدیم. واقعا چه بلایی سر متین اومد؟ آماده ای تا با هم معما رو حل کنیم؟ خیلی ذهنش به هم ریخته بود. وقتی که دستش میرسید به کلید، حس میکرد یه تیکه از وجودش داره کنده میشه. از اون چیزی که پشت در منتظرش بود حسابی ترسیده بود. نه اینکه ندونه چه خبره ها، اتفاقا خیلی خوبم میدونست، ولی مغزش نمیکشید اینو قبول کنه. نمیتونست تصور کنه که اگه با اون شیطان که بهش میگفتن زن زندگی یا مادر بچه‌هاش روبرو بشه، چه بلایی سرش میاد. چند بار رفت تا درو باز کنه، اما برگشت. انگار یه چیزی از پشت اونو میکشید و نمیذاش جلو بره و درو باز کنه. یه صدایی تو سرش گفت دیگه وقتشه، وقتش رسیده. اگه الان این درو باز نکنی و با واقعیت روبرو نشی، تا آخر عمرت باید با عذاب وجدان زندگی کنی. نمیتونی با خودت رو راست باشی و نه با زنت. اینجا دیگه خط پایانه. با دستایی که از ترس به خودش میلرزید کلیدو تو قفل چرخوند. در باز شد و رفت توی خونه. بچه‌ها مدرسه بودن و خونه به قدر ساکت بود که انگار میخواست گلوشو بگیره. این سکوت بدجوری میچسبید به مغزش، مثل یه دیوار سنگی، طوری که صدای وزه مگزم عین آژیر خطر میومد تو گوشت. تا اینکه از دور یه صدای ضعیف و مشکوک به گوشش رسید. صدای نفسای یه زنی که از بی‌حیایی از حدش گذرونده بود. آروم و بی صدا مثل یه دزد نوک پا رفت سمت اتاق. دستشو گذاشت روی دستگیره و یه نفس عمیق کشید و درو باز کرد. اون صحنه‌ای که دید عین همون کابوسای بدی بود که همیشه میدید، ولی بدجور اونو ریخت به هم. یه حس عمیق تو دلش سقوط کرد، انگار که یه سطل آب یخ ریختن رو سرش. زنش متین، مادر بچه‌هاش، با یه غریبه صدای نفسای حیوانیشون کل اتاقو پر کرده بود. دیگه صدای خسخس نبود، بلکه یه صدای زشت پلید بود و یه کثافتکاری آشکار که هیچی نمیتونست توجیهش کنه. انگار یکی زد تو سرش. دنیا دور سرش چرخید و حس کرد نفسش بالا نمیاد. این دیگه چه آتیشی بود؟ زنش با یکی دیگه تو خونه خودش. مغزش قفل کرده بود و اصلا نمیفهمید چه خبره. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. یهو خونه تبدیل شد به جهنم. میدونید چیه؟ شک مثل یه زخم عمیق میمونه که به جون آدم میفته و هیچ وقتم خوب نمیشه. حالا فرض کنید اون شک درست سمت کسی باشه که باید شریک زندگیتون باشه. این دیگه میشه یه فاجعه. آدم تو اون لحظه حاضر همه چی رو بده فقط برای اینکه بفهمه آیا داره اشتباه میکنه یا نه. یه جوری دست به دامن زمین و آسمون میشه که هر طوری شده به خودش ثابت کنه که فقط یه خیال لعنتیه. بهش فکر نکن. اما واقعیت اینه که شوهر متین توی این وضعیت وحشتناک گیر کرده بود. انگار توی سفری به انتها از تردید و شک افتاده و اصلا نمیتونه دنبال چیزی بگرده. اما فکر میکنید کار فقط به همینجا ختم شد؟ پس فکر کنید بهتون بگم چه درس عبرتی به این زن خائنش داد. اون تصمیم گرفت یه بازی عجیب را بندازه، یه بازی خطرناک برای اینکه حقیقت رو پیدا کنه. واقعیت این بود که زنش انرژی قبل رو نداشت و مدت‌ها بود که حتی دیگه باهاش انگار زن و شوهرم نبود. از هر چیزی بدتر وقتی سمت موبایلش میره، زنش یه دفعه وحشت زده عقب میره و جدیداً از جدایی حرف میزنه. سوالات توی سر این مرد میخکوب شده و کم کم داشت دیوونش میکرد. هر روز تلاش میکرد تا بفهمه توی زنش چه خبره، چه بلایی سر زندگیشون اومده که حالا به اینجا رسیدن. اول میخواست خیلی صادقانه و ساده بهش بفهمونه که داره بهش شک میکنه،
اما خوب میدونست که اون هیچ وقت قبول نمیکنه و چیزی هم نمیگه. پس یه تصمیم وحشتناک گرفت. اون تصمیم گرفت با مدرک و سند حقیقت رو بگه، طوری که دیگه نتونه انکار کنه. نقشه کشید و قدم به قدم پیش رفت. انگار توی فیلم کارگاهی بود. هر حرکتی که میکرد با احتیاط بود. روز به روز بیشتر میشد. میخواست به هر قیمتی که شده به زنش بگه اونی که فکر میکنی خودتی. البته این بازی خطرناک میتونست کل زندگیشو به هم بریزه، اما حاضر بود هر قیمتی رو بده تا بفهمه واقعیت چیه، حتی اگه این حقیقت تلخ خیانت زنش باشه. شروع کرد به پیگیری بدون اینکه زنش متوجه بشه. دیگه تصمیمش رو گرفته بود. میخواست به هر قیمتی که شده سر ته قضیه رو پیدا کنه. هر روز مثل یه روز عادی از خونه میرفت بیرون و به جای اینکه بره سر کار دور خونه کمین میکرد و مراقب بود. امید داشت که متین از خونه بیاد بیرون و اون بتونه دنبالش کنه و بفهمه به کجا میره. مثل یه شکارچی منتظر بود. اما بعد از چند دقیقه یهو چیزی دید که انگار دنیا رو سرش خراب شد. زنش نه تنها از خونه بیرون نمی اومد، بلکه یه مرد هم با خودش به خونه دعوت میکرد. مردی که شوهرش اونو میشناخت. متین 34 ساله بود و شوهرش فقط 5 سال ازش بزرگتر بود. دکتر بود، 39 سالش بود و تو بیمارستان 17 شهریور کار میکرد و همچنین توی یه ساختمون هم مطب داشت. خیلی خوشتیپ و با کلاس بود. وضع مالیش هم خوب بود. اما اوضاعش به جایی رسیده بود که باید دم خونه خودش بشینه و کشیک بکشه تا بفهمه زنش چه بلایی داره سر زندگیش میاره. اون روز یکی از بستگان دورش رو دید که پا به خونه‌شون گذاشت. کابوسی که فکر میکرد فقط توی ذهنشه حالا براش واقعی شده بود. نمیتونست باور کنه. دنیا براش داغون شده بود. 1-2 ساعتی توی ماشینش نشسته بود و حتی نمیتونست پیاده بشه. شوکه شده بود. بعد از چند ساعت دوست پسر زنش بالاخره از خونه زد بیرون. معشوقه زنش فقط 10 دقیقه قبل از اینکه بچه‌های متین از مدرسه برسن با عجله از خونه اومد بیرون. شوهر متین تا شب کاملا خوش شده بود و بی حرکت تو ماشین نشست. آخر شب که برگشت خونه فقط گفت حالم خوب نیست و بعدم رفت خوابید. شاید متینم اصلا از این وضعیت بعدش نمی اومد. بالاخره خودش یه دوست پسر پیدا کرده بود و یه شوهر ساکت که کاری به کارش نداشت. صبح که شد شوهرش از خونه بیرون رفت، ولی دوباره به کارش ادامه داد و مراقب بود. تصمیم داشت همه چیزو با چشمای خودش ببینه و وقتی بره توی خونه همه چیزو از ریشه بکنه و تمومش کنه. مهر ماه 403 حدودای 10 صبح آقای دکتر نشسته بود تو ماشینش و هنوزم جلوی خونه‌شون بود. چند دقیقه گذشت که دوباره دوست پسر زنش رو دید که سر و کله‌اش پیدا شد. توی ذهنش همش میگفت کیه؟ اینکه فهمید این آقا یکی از فامیلای دور خودشونه، یعنی متین با یکی از فامیلای خودشون ارتباط داشته. مردی 49 ساله و چندانم با شعور نبود. برای شوهر متین خیلی سخت بود که زنش با همچین مردی داره معاشرت میکنه. نیم ساعتی از ورودش به خونهشون گذشته بود که تصمیم گرفت بره توی خونه و به زنش و دوست پسرش چنان جوابی بده که توی تاریخ همه ازش حرف بزنن. اما اون باید یه جوری میرفت تو خونه که اونا متوجه نشن. متین با دوست پسرش در شرایط ناجوری بودن و صدای خنده ها و نفس زدنهاشون توی فضا پیچیده بود. متین با دیدن چهره سراسر خشم شوهرش که یهو توی اتاق جلوش سبز شد انگار بهش برق وصل کردن. از جاش پرید و خودش انداخت جلوی شوهره. مثلا آرومش کنه. سعی کرد جلوشو بگیره تا دوست پسرش بتونه راحت فرار کنه، اما آقای دکتر تصمیم خودش رو گرفته بود. دیگه هیچکی نمیتونست جلوشو بگیره. چشماش دیگه جایی رو نمیدید. دیگه هیچکی نمیتونست جلوشو بگیره، چون اون روز قبلش دیده بود که متین میاد تو این خونه و بعد از ارتباط با زنش از خونه میره بیرون. به خاطر همین وقتی روز آخر وارد خونه شد در ورودی آپارتمان رو قفل کرد تا هیچکی نتونه از دستش فرار کنه. یقه متین رو گرفت و محکم انداخت روی زمین. بعدش هم حمله کرد به معشوقه زنش. به 1 دقیقه نکشید که کار رو تموم کرد. دوست پسر متین زیر ضربه های مهلک دکتر داشت جون میداد، اما کسی نمیتونست اونو از دست دکتر نجات بده. با این حال مرگ معشوقه زنش نتونست آرومش کنه. خشم و جنون تمام وجودش رو گرفته بود. در حالی که هنوز همون چیزی که باهاش جون اون مرتیکه رو گرفته بود به دست داشت، به متینم نگاه کرد. متین اینقدر ترسیده بود که جیغ میزد و میگفت التماس میکنم منو نکش.
به خدا غلط کردم، دیگه همچین کاری نمی‌کنم، تو رو خدا ولم کن. اون به سمت آشپزخونه فرار کرد، ولی شوهرش گیرش انداخت و خلاصش کرد. بر اساس اعلام پزشکی قانونی، متین قبل از جون دادنش هدف ضربه‌های متعددی قرار گرفته بود. بعد از اینکه متین جون داد، شوهرش رفت جلوی خونه و منتظر موند تا بچه‌ها از مدرسه برسن. وقتی بچه‌ها از مدرسه برگشتن، اونا رو برد به خونه یکی از بستگان و میگه یکم حال مامانتون خوب نیست و باید ببرمش دکتر. بچه‌ها رو میذاره و میگه بعداً میام دنبالتون. بعدش هم به خونه برمیگرده و وارد خونه میشه و بدن بیجون زنش و معشوقش رو همون طوری که هیچی تنشون نبود آورد وسط سالن پذیرایی کنار زنش و حسابی گریه کرد. اون جواب خیانت‌های زنش رو همون جوری که میخواست داد. بعد از 1-2 ساعت رفت حموم و خودشو تر تمیز کرد. چند ساعت بعدم به کلانتری شهر خودشون رفت و خودشو معرفی کرد. اون همون دقیقه اول به پلیس همه چیزو گفت و بعد از اعترافاتش راهی زندان شد. البته آقای دکتر چون زن و معشوقه زنشو هنگام رابطه نامشروع کشته بود، ممکنه که حکم قصاص برای صادر نشه. جلسه دادگاه به زودی برگزار میشه. بعد از انتشار خبر کشته شدن متین، یکی از نزدیکان این زن به خبرنگاری که اولین بار این خبر رو اطلاع رسانی کرده بود گفت متین با شوهرش اختلاف داشت. خیلی وقته که قصد جدایی از اونو داشت. اتفاقاً مدت‌ها بود که قانوناً پیگیر این موضوع بود و به خاطر همینم با اون مرد در ارتباط بود. متین اصلاً علاقه‌ای به شوهرش نداشت. البته این ادعا تو اصل موضوع هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه، چون متین وارد یه رابطه نامشروع شده بود و اتفاقاً تو خونه شوهرش دست به این کار و روابط نامشروع زده بود. یکی از حقوقدانان مطرح ایران در مورد این پرونده گفت هر مردی همسرش هنگام خیانت با کسی ببینه، حتی اگه جون هر دوتاشون رو بگیره، قصاص نمیشه. این قانون این کشوره. یکی از همکاران همسر متین هم به خبرنگارا گفت تو اون 4 سالی که کرونا ایران رو گرفته بود، این مرد یه تنه به استان گیلان خدمت کرد. اون بارها از جونش گذشت، ما ازش بدی ندیدیم. حتی بارها هزینه درمان تعدادی از بیماران نیازمند رو پرداخت کرد. برای هر مردی سخته که از صبح بیرون از خونه جون بکنه و کار کنه و وقتی میرسه خونه زنشو در حالی ببینه که با یکی دیگه مشغوله. دادگاه رسیدگی به اتهامات همسر متین به زودی برگزار میشه. به انتهای این ویدیو رسیدیم. شما اگر جای آقای دکتر بودید چه تصمیمی میگرفتید؟ ممنون میشم نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.